استاد دو تا سوال دارم. یکم سوال همین که تجوید خواندیم قریب تمام کردیم و فقه حنفی گذاشتیم، آیا درست رفتیم؟ و دویم سوال این که من همین وقتی که یگان کس در پیش ما موزیک گوش میکند من بسیار عصبی میشم و همون آدمی شخصی که موزیک گوش کرده رو جنگ میکنم. در پیش من موزیک گوش نکنم یا یگان شخصی که برای کج میرود من طبیعتا قهرم میبره. یا شخصانی هستن که علما رو تحقیر میکنن، اهل علم رو دشنام تحقیر میکنن، من از همونها قهرم بیاد عصبی میشم. بعد چند آدم ها 3-4 نفر من رو گفتن که تو بدن جینی مسلمان داری، برای همین خرابت تو همین خشدگی تو رفته فکر میگم ولا خوانده ندار کار. من گپ اون گونای گوش نکردم، چندین بار گفتم و یک بار یک مولای پرسیده بودم، مولای جین خان بود. بعد گفت که جین نداری تو. گفت بعد آیا همین خاراکتر من خوب است یا که بد؟ بهترین درست است، فقط اسلوبش تغییر میدهید. اسلوبش باید اسلوبی موافق سنت باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی کاری منکر این کار میکردن، یعنی غضب کرده جنگ کرده دادن شما برابری همون آدم هستید یا از وای خرد هستید یا وای اونجا جای جمعیتی است، خانه شما نیست که شما گویید که موسیقی گوش نکو در پیش من گویید یا در اتاق من گوش نکن، کابینتی شما باشد اونجا شما حکمرانی دارید، سلطنت دارید، حق دارید. لیکن در جای جمعیتی هم ولی امر معروف و نهی منکر فرض است، ولی اسلوبش فرق میکنه. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود بزرگیشون حضرت عمر رضی الله عنه را دیدند که در گرد خانه، در گرد کعبه نزد حجر الاسود آدم‌های زیر میکردند، عذاب میدادند. یعنی اگر حجر الاسود کسی عمره کرده باشد یا حج کرده باشد یا من ویدیوهاشم است نواراش چه خیلی عذاب است پیشی بوسه کرده، مردم ادریگاشون میزنه، آدمو بیهوش میشد، خون میشد، نفساشون میگردد، قای میکنن، زنها میرد عورتاش کشوده میشد. اونجا اذیتی همدیگر هست، اذیتی همدیگر حرام است. بوسه کردن حجر الاسود مستحب است، ثواب است. یعنی یک کاری که دو کار اونجا به همدیگر تعارض آمده است، هم حرامش است هم کاری ثوابش است. نمیکنید این کار، نمیرید به نزد حجر الاسود. برای چی؟ برای اینکه آدمای اذیت میدهید. آدمای اذیت دادن حرام است، بر خاطر یک کاری ثواب مستحب و فرض نیست. از دور بسم الله الله اکبر گفته روید میشه، به خاطر یک کاری مستحب حرام صادر نمیکنید. حضرت عمر این کارو میکردن. این نصیحت نیست که حضرت عمر در تنهایی بعد این نصیحت کنه. بعضی نصیحت ها در جاش باید کرده شود. مثلا در یک خانه نشستیم آدم غیبت شروع کرد، باید گوییم که غیبت ایستایانیم، باید برادر غیبت نکن گوییم. بعضی ها گفتنش ممکن نصیحت در پنهانی میشه. درست است که نصیحت در پنهانی میشه. میدونید که آدم سیگارت کش است، خوب است که در پیش آدم ها باید تحقیر نکنید، تنقید نکنید، در تنهایی گوید که برادرم این سیگارت برای سلامتی، برای مولد، برای فرزندات، برای همسرت، برای خودت، برای اطرافیانت وقتی که سیگارت میکشی دودش به دیگران نفسش میرده ضرر دارد، نکن. گفته در تنهایی نصیحت کنید، این خوب است. لیکن بعضی عملهای هست که باید در پیش مردم نصیحت کنید، چون که باید دیگه به تأخیر گذاشتن برداشت نمیکنه. حضرت عمر در طواف آدمای اذیت میکردن و پیامبر صلی الله علیه و آله این حالت دیدن. ببینید چگونه نهی کردن. نگاه کنید، توجه کنید به اسلوب نهی پیغمبر صلی الله علیه و آله. نهی منکر کردن، نهی منکر از کاری منکر یک آدم بازداشتن، نکن گفتن، لیکن اسلوبش ببینید. یا عمر انک رجل قوی، ای عمر توی هم مردی با قوت هستی. ثنا گفتن اول، بعد گفتن که فلا تزاحم الناس عند الحجر، مردم رو در نزد سنگ زحمه نکن، تیله تیله نکن، اذیت نده. این اذیت نده نهی است، منع است، فرمان است، لیکن مقدمه داشت. مقدمش ثنا داشت. ای عمر توی آدمی با قوت هستی، مردمی بی قوتی بیچاره ازای اذیت نده. یک آدم
پیامبر صلی الله علیه و در نماز در رکوع بودن. وقتی که به مسجد در اومد که پیامبر در رکوع هستن صلی الله علیه و و کسی رکوع رو دریافت کند رکعت رو دریافت کرده است. کسی رکوع رو از دست دهد رکعت از دست داده است. بنابراین دوید از در مسجد تا صف دویده اومد و به صف یک الله اکبر در نیمی راه گفت، یک الله اکبر دیگر به صف رسیده اومده گفت و رکوع کرد، سپید کرد، امام دریافت کرد. بعد این کاری خطا کرد، کاری خطای باید اصلاح کرد. بعد این نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کیم این کارو کرد؟ گفتم من. گفت من کردم یا رسول الله. ببینید اسلوبی نهیه. گفتن که زادک الله حرصا الا تعود. الله تعالی حرصی تو را به نماز زیاد کند. شما جنگ میکنید، درست است که جنگ میکنید، نهی میکنید، لیکن شما دو طرفه نگاه کنید. این آدم عرقخور نیست، این آدم بی نماز نیست، این آدم اهلی نماز است، لیکن در داخل مسجد خطا کرد. شما اینم به نظر گیرید. زادک الله حرصا، الله تعالی حریصی تو را زیاد کند. یعنی تو به نماز حریص هستی، نماز دوست میداری، آمدی با وقتی که دیدی که مردم در رکوع هستن دویدی به نماز. یعنی که زادک الله حرصا، الله تعالی حریصی تو را به نماز زیاد گرداند. اینجا هم تعریف به کار نیکش ثنا، هم دعا. بعد گفتن که فلا تعود، دیگر این کارت نکن. دیدید مقدمه دارد. من دو مثال آوردم. مقدمه دارد، یعنی چی میگفتن. و همین گونه حضرت ابو هریره روزی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه. یا رسول الله سزاوارترین مردم، خوشبختترین مردم به شفاعت شما روز قیامت کیست؟ از همه آدمی که به شفاعت شما لایق و سزاوار و خوشبخت اون آدم کی است؟ میتونم پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابش گویم، لیکن چی گفتن؟ یا ابا هریره لقد ظننت انه لا يسألني عن هذا الحديث احد غيرك لما رأيت من حرصك على الحديث. ای ابو هریره، من در حقیقت گمان میکردم که همین مسئله رو از تو پیش یگان کس نمیپرسد. من در قرارت قلبم گمان میکردم که اولین شده همین مسئله رو ابو هریره میپرسد. لما رأيت من حرصك على الحديث، چون من در تو حریصی نسبت علم حدیث میبینم. ثنا به دو کارش ثنا گفتن. سپس جواب دادن گفتن که اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. سزاوارترین مردم به شفاعت من روز قیامت آن آدمی که لا اله الا الله گفته است از قرارت قلبش، با قلب خالص، با نیت خالص، با دل پر. کسی که گفته است که لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر خدای حقیقی نیست، اگر گوید این آدم سزاوارترین شخص به شفاعت من. اینجا نهی منکر نیست، ولی اینجا پیش از اون که علم دهن اول. بنابراین ابو هریره عیناً همین سخناش کتی نقل میکرد. یا اینکه گاه ها یعنی آدم صفتی نیکی همون آدم اول میگوید، میگه تو بسیار آدمی خوب هستی، بسیار آدمی نه. یه روز یه برادر بود بسیار آدمی خوش معامله از من کلان سال، وقتا در استادیوم میدویدیم کم کم. گفتم اکی فلانه که نامش نگیرم، شما بسیار آدمی خوب هستید. گفتم معاملتان خوب، رفتارتان خوب، بسیار آدم. من مثال داملا، من امام مسجد، من میدوند و آدم من کی، لیکن با همراهی من خوش معامله ولی که بی نماز است و آدم. گفتم اکا برای چی شما آدمی خوب اخلاقای خوب دارید و نماز نمیخونید؟